طبق فرمایشی رکتوری دانشگاه از 16 مارس سال 2022 تحت رقم 187 نظامنامه هفته اشتراک دانشجویان در اداره‌کنی مؤسسه‌های دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов مقرر کرده شد که آن در دایره طلبات صنعت‌های معیاری حقوقی ساحه معارف و خدمات دولتی میباشد. جلب دانشجویان فعال به کارهای راهبری کننده در سطح دانشگاه و سطح ولایت می باشد و خیلی که ما میدونیم دوام هفته خود اداره کنی سر اول با ملاقات رکتور دانشگاه با اشتراکچیان هفته خود اداره کنی برگزار گردیده. دانشجویان فعال از وظیفه های رکتور دانشگاه، معاونان رکتور، سرداران ریاست و مدیران شعبه و همچنین دکان فاکولته ها وظیفه دار کرده شدند. ستاره استابابایوا عین حال همچون اجرا کننده وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов را به دوش دارد. ضمن اجرای وظیفه خود با نمایندگان ریاست دانشگاه از خوابگاه دخترانه دانشگاه دیدن کرده با آنها هم صحبت گشتند. طول آغاز فعالیت خود ما سرآول با صدارت‌های فاکولته‌ها و ساختار ریاست دانشگاه شناس شده فعالیت خود را آغاز نمودیم. ما با اجرا کنندگان وظیفه نایب رکتور دانشگاه، نایب رکتور عاید به تعلیم و تربیت با خوابگاه دخترانه تشریف آورده از حیات و فعالیت و طرز زندگی آنها خبردار شدیم. شرط‌های اشتراک در هفته اداره‌کنی طریق آزمون به راه مانده شد. در آن دانشجویان کورس‌های دوم، سوم و چهارم دانشگاه که زبان‌های دولتی را خوب می‌دانند، با بهای خوب و اعلی تحصیل می‌نمایند و به کارهای جمعیتی فعال هستند، انتخاب گردیدند. دور اول انتخاب اشتراکچیان در فاکولته‌ها، دور دوم در ریاست دانشگاه و دور سوم طریق صحبت از جانب هیئت کمیسیون مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت سوخت با معین نمودن سطح دانش تخصصی، سیاسی و حقوقی، همچنین دانستن زبان‌های خارجی، نوشتن کارهای علمی تحقیقاتی و چاپ مواد علمی صورت گرفت. از روی نقشه در آغاز کار در جمع آمدی معروضه‌خوانی دکان فاکولته اقتصادی اشتراک نموده در جلسه پگاهی روزی استادان شرکت ورزیدم و برای دوام فعالیت باشد نقشه ها حالا خیلی زیادند. از وظیفه‌ای که به دوش خود دارم بسیار خرسند هستم و آینده در نقشه دارم که در چنین وظیفه ها فعالیت نموده برای پیشروی علم تاجیک سهم ارزنده خود را گذارم. در جنبست آزمون هفته اشتراک دانشجویانی که در اداره‌کنی ریاست و شعبه‌ها و فاکولته‌های دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов اشتراک داشتند 48 نفر را تشکیل نمود. به وظیفه رکتور ستاره استابابایوا معاون رکتور عاید به تربیت بیروزیه لکیم و تعیین گردیدند. همچنین در فاکولته‌های دانشگاه وظیفه صدارتی فاکولته و معاون را دانشجویان دیگر اجرا نمودند. آنها مسئولیت را به دوش گرفته از پی اجرای وظیفه شدند. من در این آزمون خیلی فعالانه اشتراک نمودم و به این وظیفه فعالیت کاری خود را آغاز نمودم. هدف از گذراندن چنین هفته در آینده تأمین نمودن کادرهای بلند اختصاص، ذخیره کادرها و دریافت استعدادهای نو می باشد. گزارش پروین عیسایی و دوران عیسابایف، فروغ.